برگ شکفته نیالهای پخته اهل زحمت خوجگی دوستی شهر ترسونزاده را خرسندی میبخشد و به آن میبندد که امسال از میدانهای کشت حاصل دلخواه به دست میآورند. خوجگی سرساحه است. میدان باغات و سبزوات، غله‌دانه و پخته‌زار خوجگی نشونمای خوب دارد و از آن شهادت می‌دهد که اهل زحمت خوجگی با دست و دل گرم و فعالیت مهنتی مشغولند و در نزد خود مقصد گذاشتند که از هر وجب زمین حاصل دلخواه به دست آورند. خوجگی ما 214 هکتار زمین پخته دارد. از آن جمله 24 هکتار در حساب بریگاده ما میباشد. 2 هکتار آن ما گندم کشت کردگی، 22 هکتار پخته کشت کردگی. سال گذشته در همین زمین پختش کرده بودیم. از نقل آمده باد و هوا 40 سنتون حاصل گرفتیم. با زحمت خوب دهقانای ما 40 سنت حاصل ریاندیم. تا امروز یک بار دارو آذوقه دادیم به مقدار 200 کیلوگرمی. 2 بار کار کردیم. من حاضر باشد آب یکم تمام کردیم ما. ستانسیه دولتی نوسنجی زراعت‌های کشاورزی شهر ترسونزاده از زمره خوجگی‌هایی است که به پرورش زراعت‌های گوناگون و سنجش مطابقت تخمی‌ها در اقلیم منطقه مشغول میباشد. خوجگی در اختیار خود 50 هکتار زمین آبی دارد و در آن نمونه‌های گوناگون زراعت‌های پالیزی و غله‌دانگی و پخته پرورش می‌یابند. این حال زیاده از 20 نوع تخم گندم، تخم‌های وطنی و خارجی پخته، جواری مکه و لوبیاگی‌ها مورد سنجش خوجگی‌داران قرار دارد. غله‌دانگی ها نوع حصار 3000 سالگی، بعد غله‌دانگی های همه شرایط خودمان مطابق بدگی غله‌های ترکی خطایی های توصیه دادگیم که همه شرایط ما با مطابق است. پخته نوع‌های پخته مهرگان، ایران، آریایی و دوستی شرایط ما با مطابق می باشه. همه عالمای خودمان اختصار کردگیان همه ما توصیه دادگیم که همه شرایط ما با مطابق است. نظر به سال گذشته 5 هکتار پخته زیاد کردگیم، غله‌دانگی کم کرده. حاضر اینا دویم آذوقه رفساده است، دویم آب یک بار آذوقه داده، بعد آب 2 بار کلتیواسیون کردیم. حاضر اینا دویم آذوقه رفساده. دهقانان خوجگی‌های پخته‌کار شهر ترسونزاده نیت دارند پرورش زراعت‌های کشاورزی به خصوص پخته را مطابق قاعده‌های موجوده براه مانده از میدان‌های کشت حاصل دلخواه به دست دارند. گذشته از این در میدان‌های از کشت تیرماهی و کشت بهاری بر وقتی خالی گشته، کشت تکراری گذرانده است که نشونمای زراعت‌های دهقانان را به گرفتن حاصل دلخواه امیدوار می‌نماید.